خانواده های شهدا خیلی عزیزند. من همیشه عرض کردم که در سنگر مقدم دفاع از ارزش‌ها و دفاع از انقلاب و دفاع از اسلام و دفاع از قرآن شهیدان ما هستند. بلافاصله پشت سر اینها خانواده‌هان، پدرها، مادرها، همسرها، فرزندان. اینو باید قدر دانست. تأثیرات این شهادت‌ها برای اسلام و مسلمین چیز کمی نیست.